با درود و احترام خدمت هم‌میهنان عزیز، بنده یه گفتار در 4 موضوع حاضر کرده بودم که خدمت هم‌میهنان توضیح داده باشم. منتها به خاطر اتفاقی که الان افتاده و این اقدام پیشگیرانه برای حفظ بقای که از طرف دولت اسرائیل انجام شده، ضروری دونستم یه خبر مهم رو به شما عرض بکنم. اول از این که من در سری قبل تصویرم رو گذاشتم، گفتم اسممو نمیگم که شناسایی نشم. تعدادی از هم‌میهنان به صورت جمعی مثل زمان محمد رضا شاه فقید که جمعی می نشستن و فیلم بوکس محمد علی کلی و جورج فریزر رو نگاه میکردن، جمعی نشستن نگاه کردن. حدود 400 خورده نفر با من تماس گرفتن، گفتن نظری تو که تصویرتو نمیگی شناسایی نشی، اسمتو نمیگی شناسایی نشی، تصویرت هم نده. منم برای همین گفتم دیگه تصویرم هم نذارم که یه وقت شناسایی نشم توسط اینها. عرضم این است که خیلی خیلی مراقب باشید در همه کشورهایی که هستید، خصوصا ایرانیان ساکن ژاپن. دقت کنید، ممکنه این عوامل دزد که در سفارت هستن بخوان سفارت رو تحویل مثلا سوری تحویل دیگران بدن. اینا از عوامل خودشون نباشن، مثل عواملی که همین با احمد شبیری و بعضی‌ها که تاکید میکنم همه نه، بعضی‌ها که به عنوان فرش‌فروش و تاجر هستن، مواظب باشید تحویل اینا ندن، اینا بگن سفارت رو مردم گرفتن و فلان. به هیچ وجه اجازه ندید اینا در هیچ امری از مدیریت کشور، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، در ساختمان‌هایی که متعلق به مردم ایران هست دخالت کنن. خیلی خیلی مراقب باشید. من بازم اگر نیازی باشه و تشخیص بدم و یا به من دستور بدن هم‌میهنان که مطالبی رو عرض کنم، عرض خواهم کرد. خیلی خیلی مراقب این شیادان باشید. اینا به هیچ وجه همکاری‌های تنگاتنگ خودشون رو که همچنان در جریان هست با دزدا، کثیفا، آدمکشا، راهزنایی که به اسم حکومت در کشور ما حاکم هستند اعلام نمی‌کنن. نه تنها اعلام نمی‌کنن، اون بخشش هم که اعلام شده و افشا شده و علنی شده نه عذرخواهی کردن، نه برای رفع جبرانش، برای رفع اون گرفتاریاش، برای جبران مافاتش هیچ اقدامی هم نکرد. نه اقدام گفتاری، نه اقدام نوشتاری، نه اقدام عملی. خیلی خیلی مراقب این کثافت‌های مزدور باشید. تاکید میکنم خوکی مثل احمد شبیری و بعضی‌ها که به عنوان فرش‌فروش هستن و اخیراً به عنوان پادشاهی خواه و نمیدونم مبارز و برانداز و اینا یه جاهایی دم تکون میدن، اونا هم همه دستوریه. خیلی خیلی مراقب باشید اینها نیان تحویل اینا بدن بعد بگن که اینا اومدن گرفتن دیگه. مراقب باشید. امیدوارم همه چیز به نفع مردم ایران و خصوصا در راستای تلاش هم‌میهنان برای باز گرفتن کشورمون از دست مشتی دزد. میبینیم چقدر راهزنی و جنایت میکنن، چقدر کثافتکاری میکنن، بچهای مردم رو میکشن. میگه گلوله به پاشم زدین. خب خانواده های اینها که داغدار هستن امکان نداره ببخشن این افراد رو، امکان نداره. تندرست باشید، پایدار باشید، سربلند باشه ایرانی، پاینده باشه ایران.